سلام دوستان، به این ویدیو خوش آمدید. تو این ویدیو قراره با هم بریم آموزش یک کار پردرآمد توی استمپ آلفا رول با هم یاد بگیریم. بچه‌ها این ویدیو پارت دوم ویدیو قبلیه. میدونم از این ویدیو لذت ببرید. خب بچه‌ها این کاری که می‌کنیم داخل مپ. بچه‌ها این کار خیلی کار خوبیه و پردرآمد هم هست. دقیقاً مثل پارت قبلی نه، اون پارت هم خیلی پارت خوبه ولی از این بهتره. خب می‌بینید داخل مپ میایم بالا. بچه‌ها هستین بالا، یکم دوره فقط. دقیقا هم تو جاده همونه، از اون یکی کار نزدیک‌تر. میدونی چی میگم؟ دقیقا همونجاست. خب بچه‌ها می‌بینیم تا اونجا. خب بچه‌ها ممنون که قبل هر کاری لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. اگر از آخر این کانال رو حتما دنبال کنید، به حمایت شما نیاز داریم. بعد این ویدیو هم لایک کنید اگه دوست خوشتون اومد. حالا بریم به اونجا برسیم. زمین چرا واسم باگ شده؟ بچه‌ها این سرور آلفا رول پلی است. اگه خواستین سرورش رو میذارم داخل دیسکریپشن. خیلی سرور خوب، میتونید توی بازی کنین. دقیقا مثل یه زندگی مجازیه. بچه ها این استمپ یه نسخه دیگه هم هست، اون امتیه. مثلا ماشین ایرانی داره پرش موده ولی مود نداره، مثلا خالیه اینا. و بچه ها تا اونجا کمان بیدیم من ویدیو رو یکم میذارم روی دورتون که شما اذیت نشین. خب بله بچه ها، رسیدیم دقیقا که دارم یه پمپ بنزین است. خب بچه ها از اینجا میریم داخل. فکر کنم یه کارخانه مانندیه. خب از موتور میایم پایین. میتونیم موتور هم غیب نکنید تا بعدا میخوازمیم واسه درسنده. میریم داخل این لباس استارت رو میزنیم. بعد یه لباس شهرداری مانند بهمون میده. بعد میریم داخل این قرمزا، وارد هر قرمزیم یه بسته بهمون میده. با این بسته میتونیم برسیم اونجاش رو. بهمون 380 تا بهمون پول بده، $380. خیلی کار خوبی به نظر من بیشتر موقعات که مثلا بیکارم تو سرور میام همینجا کار میکنم. خب حالا این کار اینطوری وقت برای هر کدوم میتونید ببینید تصویر کنید. کار قبلی هم اینطوری ولی مثلا نزدیکتر از اون کاره، ممکنه دورتر باشه ولی این فاصلهش همیشه یکسانه. خب میریم داخل این پوله برای تصفیه. خب میزنیم، بعد نگاه علاوه اون 380 تا پول داد. الان دوباره ببینیم کار انجام میدیم. استارت رو میزنیم. میتونیم مثلا 3-4 تا بار ببرید، اون موقع مثلا تصفیه کنیم. من یه روشم میتونم اینو میبرید بعد میریم بالای موتور. این خیلی روش خوبیه. میریم بالای موتور، بعد میریم میرسیم دوباره برمیگردیم اینطوری. کنم ملودی پینگم رفته بالا. این واسه نشونه میده پینگم رفته بالا. خب ممنون بچه‌ها تا اینجای ویدیو تماشا کردید. امیدوارم از ویدیو کاملا لذت ببرید. لایک کردن و دنبال کردن ما کانال ما اصلا فراموش نشه که به حمایت خیلی بزرگی به من کردید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. بچه‌ها راستی یادم رفت، اگه میخواید پارتای بیشتر از این کار رو بذارم، پارتای بیشتر رو بذارم، لطفا کانال رو دنبال کنید، توی کامنت ها بنویسید تا پارت سوم حتما بذاریم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.